این سید نعمت الله جزایری در کتاب خودش الانوار النعمانیه در جلد دوم، اینم صفحه این کتاب، اینم در سال 2008 1429 چاپ شده و در بیروت لبنان. در صفحه 210 این کتاب در جلد دوم در اینجا میاد ناصبی رو تعریف میکنه. میگه که همونطوری که در مورد احکام و احوال نواسب اومده، فی بیان معنی الناسب الذي ورد فی الاخبار انه نجس. ناصبی کی است؟ نجس است. و انه شر من اليهود والنصراني والمجوسی، و از یهودی و نصرانی و مجوسی هم بدتر است. و انه کافر است. نجس است به اجماع علماء الامامیه رضوان الله علیهم. اجماع علمای امامیه بر این است که ناصبی بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی هست و کافر نجس هست. حالا این تعریفی که ناصبی بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی هست و کافر نجس هست و اجماع علمای امامیه، دوستان عزیز اگر اینجا زوم بکنن که ببینن، و اجماع علمای امامیه رضوان الله علیهم که اکثرا کافر و نجس هستن، این اجماع علما. الان ما میریم به صفحه بعدی. در این صفحه‌ای که در اینجا میاد یکی از نمونه های نواسب رو برای ما معرفی میکنه. تعریف ناصبی رو دیدیم، کافر است و نجس است و بدتر از یهودی و نصرانی است و خلاصه تعریفی که خودشون دارن. در صفحه 211 در اینجا چی میگه؟ این صفحه 211 همین کتاب هست. در اینجا میاد میگه که از علامات ناسب از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که از علامات ناسب این است، قد روی عن النبی صلی الله علیه و سلم ان علامت نواسب تقدیم غیر علی علیه. میگه از علامات نواسب این است که غیر علی رو بر علی افضلیت بدن. همین یک صفحه فقط فرق است بین تعریف نواسب و این روایتی که در اینجا ذکر میکنه. یکی از نمونه های این نواسب رو میاد معرفی میکنه. میگه و یؤید هذا المعنى ان الائمه علیهم السلام و خواصهم. میگه این حرفایی که این تعریفاتی که ما کردیم درست تایید میکنه حرفای ائمه و یاران ائمه، اونایی که یاران خاصشون بودن که چیکار کردن؟ اطلقوا لفظ ناصبی علی ابی حنیفه و امثاله. درست که لفظ ناصبی رو بر امام ابو حنیفه رضوان الله تعالی علیه و امثال ایشان اطلاق کردن. حالا این ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه رو ناصبی کردن، یعنی و گفتن که این کافر نجس است. حالا حکم این ناصبی چی است مانند ابو حنیفه و غیره؟ حالا اینجا حکم ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و من و شما و اهل سنت همه چیه؟ الثانی فی جواز قتلهم، جایز است که اینها رو بکشی و استباحت اموالهم یعنی مال اینها برای تو مباح است به هر شکلی که غنیمت هست بگیر، خمسش هم برای آیت الله مکارم شیرازی و سبحانی بفرست. ببین میگه وقد عرفت ان اکثر الاصحاب ذکروا للناس بذلك المعنى. من فهمیدم، متوجه شدم که اکثر اصحاب ائمه این معنی را در مورد ناسب در فی باب الطهارات و النجاسات و حکم عندهم کالکافر الحربی و حکم ناسبی، حکم امام ابو حنیفه در نزد اونها چیست؟ مثل کافر حربی، کافری که شما باش می‌جنگی، با در حالت جنگ هستی، مثل یک آمریکایی که الان مسلمان‌ها باش در حالت جنگ هستن. ابو حنیفه در نزد شیعیان همین حکم را داره. من شما همه اهل سنت این حکممون هست در نزد. در اینجا روایت دیگری از شیخ طائفه نور الله مرقده، ما میگیم کشف الله سره، در باب خمس غنایم در کتاب تهذیب با سند صحیح، توجه کنند دوستان، با سند صحیح از عن مولانا الصادق، از امام جعفر صادق علیه السلام به دروغ روایت میکنه که خود مال الناصبی حیث ما وجدت، مال ناصبی رو، مال ابو حنیفه و امثال اینها رو هر جایی که پیدا کردی بگیر. درست. و ابعث الینا بالخمس، خمسش هم برای ما بفرست. بعد در صفحه بعدی یک روایتی داره، اینجا خیلی این روایت جالبه.
در صفحه 212 ما 210 تعریف ناسب، 210 نمونه از نواسب که امام ابو حنیفه رو ذکر کرده بود، 212 داستان خیلی جالبی است. میگه که اولا در پاراگراف اول در اینجا در همین صفحه 212 میگه که اما اینجا که بعضی میگن که مسلمان هست، مثل قزوینی میگه بله اهل سنت مسلمان هستن، ما با اینا مشکلی نداریم، برادران مسلمان ما هستن، عزیزان ما هستن. در اینجا میگه و اما اطلاق الاسلام علیهم فی بعض روایات فللضرب من التشبیه فی المجاز، یک تشبیه مجازی بوده چون ظاهرشون به مسلمان ها میمونه. نماز ظاهری میخونن، بله، به خاطر تظاهر ما اینا رو شکار کردیم، بهشون گفتیم که مسلمان هستن. و التفاتا الى جانب التقیه التي هي مناط هذه الاحکام، و توجه شده به جانب چی؟ تقیه. همون گفتیم که 9/10 دین شیعه چی است؟ تقیه است، یعنی دروغ، یعنی نفاق، یعنی دروهی. درست. به ظاهر بیان به شما بگن مسلمان، در باطن میگن که شما کافریت و مستحق جهنمید. درست. در اینجا عزلی ابن یقطین که وزیر هارون الرشید هست، این روایتی رو از ایشون نقل میکنه که ایشون یکی از وزرای خلیفه مسلمین، خلیفه عباسی هارون الرشید رحمت الله علیه بود که شیعه بود، تظاهر به سنیگری میکرد و کسانی که امروز در حکومت‌های اهل سنت، در کشورهای اهل سنت این آخوندهای شیعه رو به عنوان وزیر، به عنوان معاون وزیر، به عنوان استاندار، به عنوان والی تعیین میکنن، این روایت رو بشنون که اینها در هر جایی که به قدرت رسیدن، چه در ظاهر چه در باطن، چه جنایاتی رو انجام دادن. میگه ایشون در زندان هارون الرشید تعدادی از مخالفین بودن. قد اجتمع فی حبس جماعت من المخالفین و کان من خواص الشیعه. این شخص خودش از خواص شیعه بود و در زندان تعدادی از مخالفین رو در اونجا زندان کرده بودن. مخالفین که میگن در کتابشون یعنی اهل سنت. اهل سنت. فامر غلمانه و حدموا سقف المحبس للمحبوسین. نوکراشو امر کرد که سقف این زندان رو خراب بکنن رو سر این زندانیای بی پدر مادری که اونجا افتاده بودن. فماتوا كلهم و كانوا 500 رجل. 500 نفر بودن، همه رو کشت، سقف رو خراب کردشون. الان این علی ابن یقطین، این شیعه مخلص 12 امامی، این عمل رو انجام داد. الان بیچاره رو عذاب وجدان گرفته. این چقدر آدم ظریف و لطیفی بوده، این عذاب وجدان گرفته که حالا من این جنایت انجام دادم، حالا چیکار بکنم؟ چیکار میکنه؟ فاراد الخلاص من تبعات دمائهم، خاص از تبعات خون اینها خودش چیکار بکنه؟ خلاص بکنه. فارسل الى الامام مولانا الكاظم، به امام موسی کاظم نامه نوشت. فکتب علیه السلام، ایشون در جوابش چی گفت؟ بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. اگر قبل از اینکه این کارو بکنی برای من نوشته بودی و از من اجازه گرفته بودی، بر تو چیزی نبود. درست. و حيث انك لم تقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم. حالا که این کارو نکردی، از من اجازه نگرفتی، پس تو به خاطر هر مردی که از اونها کشتی کفاره بده. به چی؟ به تیس، به یک گوسفند. به یک گوسفند کفاره بده، یعنی 500 تا گوسفند کفاره بده. و تیس خیر منه، در حالی که گوسفند از این سنی که کشتی خیلی بهتره. الان چی میگه این شخص؟ نعمت الله جزایری میگه فنظر. امین نعمت الله جزایری که خامنه‌ای میگه که یکی از علمای بزرگ علوم الهیه و فلان هست، براش همایش برگزار میکنن، میگه فنظر الى هذه الدیه الجزیله، میگه نگاه کن به این دیه‌ای که بی ارزش هست. التي لا تعادل دیه اخیهم الاصغر و هو کلب الصید، که این دیه برادر کوچیک اهل سنت که سگ شکاری هست هم نمیشه. یعنی دیه یک سنی در نزد شیعیان از دیه یک سگ شکاری هم کمتره. فان دیته 20 درهما، دیه یک سگ شکاری 20 درهم است. ولا دیت اخیهم الاکبر و هو الیهودی او المجوسی، و نه برابری میکنه با دیه یهودی برادر بزرگشون. فانها 800 درهم، 800 درهم هست. و حالهم فی الاخره اخص و انجس، و حال این اهل سنت که به دین امامی اعتقاد ندارن در روز آخرت پستر و نجستر هست. ببینید
این نمونه ای هست. ما 3 صفحه از کتاب الانوار النعمانیه رو انتخاب کردیم، صفحه 210 211 212. درست. این فجایع رو از این 3 صفحه ما در آوردیم.